Good evening, my dears. It's again me, Farzana Jaborova. Today I am going to teach you the 33rd step to English language skill. First of all, let me speak in Tajik. امروز من همراه شما موضوع دیگری زبان انگلیسی یعنی یک جایگی حرف‌های صدانوکی O, U و O and W را میگذارم که همچون او در کلمات تلفظ کرده میشوند. بیاید موضوع امروزه را به لوحه می نویسیم. در صفحه 73 کتاب استرکاف کلمه ها آیدی موضوع امروزه آورده شده است. مثلا کلمه window یا اینکه yellow یا اینکه کلمه show. چه خیلی که میبینید در انجام کلمه های زیرین حرف های O, W آمده اند و حالا باشد ما آوازهای کلمه های زیرین را می نویسیم. حرف W در اول کلمه همچون و خوانده می شود. حرف I باشد همچون ای تلفظ می گردد. حرف N باشد همچون نه. حرف D باشد همچون د. اما حرف های O and W باشد همچون O تلفظ می گردند. O. همینطور کلمه زیرین window تلفظ می گردد که معنایش تیریزه است. تیریزه. کلمه نوبتی کلمه yellow. حرف Y در آغاز کلمه همچون ی تلفظ می گردد. حرف ای باشد همچون ا. حرف ال باشد همچون ل. اینجا هنگامی که کلمه های شما در ترکیب کلمه یعنی دو حرفی اخیلا آید شما باید در آواز یکی از آنها را نوشته باشید. حرف های O and W باشد باز O تلفظ می گردد. همینطور yellow ترجمهش رنگ زرد است. رنگ زرد. کلمه آخران ما این کلمه show است. بیاید آواز آن را نیز می نویسیم. حرف های S و H هنگام یک جای آمدن همچون ش تلفظ کرده می شوند. اما یک جایگی حرف های O and W باشد موافق موضوع امروزه همچون O خوانده می شود. همینطور show نمایش یا اینکه نشان دادن. بیاید کلمه های نویسمان را یکایک می خوانیم. window تیریزه. yellow رنگ زرد. show نمایش یا اینکه نشان دادن. اینک فرصتی آن رسیده است که من به شما سفارش های خانگی نیز داده باشم. همینطور یا هوم پروژکت سفارش خانگی شما. در صفحه 73 در مشق 19 کتاب استرکاف در داخل تبلیت کلمه ها داده شدند و مانند follow این دو کلمه های گوناگون می باشند. با حرف O و ای فرق می کنند. pillow و کلمه آخران اینجا shallow. چه خیلی که می بینید در ترکیب کلمه های نوشتمان نیست در انجام کلمه حرف های O, W یک جای آمده اند. این بود سفارش امروزه شما. Thank you for watching. Bye bye.